من فقط یک کلیپی رو خدمتتون پخش میکنم، یک کمی بخندید، بعد از اون انشالله در خدمتتون خواهم بود. شاید تعجب کرده باشید که چرا این کلیپ رو نشون دادم. یه فیلی است به دنبال یک هواپیما پرواز میکنه و در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی در اروپا است، به زمین فرود میاد. شاید بگید که خب چه ربطی داره؟ فیل چطور پرواز میکنه؟ فیل پرواز میکنه. باورتون نمیشه؟ الان من روایتشو نشونتون بدم. این کتاب مدینه المعاجز از هاشم بهرانی است، در جلد 3. اینم صفحه بعدش، اینم شناسنامش. اصلا اینجا اومده در صفحه 141 از من علوم الباقر، امام باقر. حالا چی کارایی میکردن ایشون؟ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری قال حدثنا احمد بن منصور الزیادی قال حدثنا شازان ابن عمر قال حدثنا مر ابن قبیس ابن عبدالحمید، تا آخر که رأیت مولای الباقر، امام باقر رو دیدم که قد صنع فیلا، یک فیلی درست کرد، من الطین، از خاک، فرکبه و طار فی الهوا حتی ذهب الى مکه و رجع علیه. امام باقر یک فیلی درست کرد، از گل سوارش شد، تو هوا پرواز کرد، رفت مکه، اونجا زیارت کرد و برگشت. فلم اصدق ذلك منه حتی رأیت الباقر. اینو قبول نکردم از امام باقر، گفتم که شاید دروغ ببندن مردم. فقلت له، تا که امام باقر رو دیدم گفتم فقلت له اخبرنی جابر عنک بکذا و کذا، این جابر در مورد تو این حرفا رو زده. فرکب، سوار همون فیل شد، و حملنی معه، منم سوار خودش کرد، الی مکه و ردنی، منو برد به مکه و دوباره برگردوند. پس اگر یه روز دیدید از پشت بام خونه که فیلی داره پرواز میکنه، یقینا این فیل امام زمان است که داره از یک شهر به شهر دیگری میره، پس تعجب نکنید.